میگوید که جوانی مانند زر است و با زر هر کاری که تو میخواهی کرده بتوانی. جوانی را چنان گذران که در ایام پیری وقتی که یاد میکنی از آن فقط خرسند شده کنی. دکتر علمای فیلولوژیا پروفسور خادم نماین دولتی جمعیتی خادم شایسته فرهنگ تویسان استاد عطاخان سیفالله با دو افتخارنامه پرزیدنت شورای عالی جمهوری تویسان اردن های شرف دوستی مدال طلایی کمیته جمهوری صلح مدال های 10 سالگی و 20 سالگی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تویسان 20 سالگی جمهوری تویسان مکافات داده شدند. مؤلف 60 مناظره علمی تحقیقاتی بوده. فعالیت علمی و ایجادیشان خیلی ساحه و صفت ادبیات شناس، منقد، نثرنویس، دراماتورگ، پوبلیسیست و ترجمان انعکاس یافته است. پیش از همه باید گفت که اثرهایی که از جانب استاد عطاخان سیفالله با رساله‌هایشان با زبان‌های روسی تهیه گردیدند. اینچنین دیگر اثرها و مقاله‌ها با زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانی، ایتالیایی نوشته شدند. باید گفت که استاد عطاخان سیفالله برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، جایزه‌ای به نام کمال خوجندی و میرزا ترسنزاده می‌باشند. در حقیقت کسی که باوری خلق را ارزنده می‌گردد با هر کس دوست رو هر خانه را زیبنده می‌گردد. میرشان و اثرهایشان هستیشان در وجود خلق و مردم ما ابداً نقش بسته است. کسی که در دعا آرد مرا یاد همه وقت نگهبانش خدا باد. یادشان بخیر و خانه آخرتشان آباد باشد. میگوید که جوانی مانند زر است و با زر هر کاری که تو میخواهی کرده بتوانی. جوانی را چنان گذران که در ایام پیری وقتی که یاد میکنی از آن فقط خرسند شده کنی. حبیب جان که در جوانی حج کرده آمدن حاجی شدن که بهترین صفت جوانی این است. حالا که ریش نبرو عرضیم روزی میرسد که ریشی سفیدشان و صندوق سینهشان رسیده میرسد. در همون وقت بعد به خاطر میبیارند که در جوانی من چیکارها کرده بودم و همه کارهای کردهشان را با زود تلفی و زود حله ترازو یاد دادم که یختش پول شده میرود تا کوه میرسد لیکن بیرونش پول نیست اما همین پول در زندگیش وزنی میکند. همین ثواب حج است. به شما امیدوارم کامیابی ها و آمدن خدا سلامت.